سلام خفرین، مطمئنم از این ویدیو خوشتون میاد. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، با هم دیگه بریم ویدیو رو شروع کنیم. بو نلخ. خب قراره توی این ویدیو دوباره ریاکشن بریم به پشت صحنه ها. قسمت 4 هستش. بریم با هم ویدیو رو این بار سریع شروع کنیم. خب اصلا قبل از اینکه مسابقه با بیننده ها آشنا شرکت کنم با شرکت کننده اول صحبت کردید. با شرکت کننده اولمون صحبت همش دیالوگا رو یادم میره که بریم مسابقه. با شرکت کننده اولمون سریع بریم آشنا بشیم. بیننده اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. اگه خواستید قسمت بعدی ویدیوی بعدی من ممکن نمیشه. با شرکت کننده اول صحبتتون کرد. بداهم جمله میومدن تو ذهنم. امروز اومدیم با چالش شرکت کننده های این قسمت از ویدیو داره تموم میشه. ممکنه شلوم خفتین. امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه که قسمت دومون هستش. مسابقه‌مون رو شروع کنیم. سریع میریم سر اصل مطلب. و هم ما میریم شرکت کننده آخرمون، شرکت کننده شماره 4 آقای حمید سفیدمنش. منت که دارن. شرکت کنن بیننده های عزیز. با اینکه 7 ماه پیش زیاد بیننده های عزیز وقت نگذشته، مسابقه تمام شد. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید. اگرم خواستید قسمت بعدی ویدیو رو ببینید چنل رو سابسکرایب کنید. و اگرم میخواید ویدیو رو پشت صحنه هاشو ببینید همین الان قراره ببینید. با بیننده آشنا شد. بیننده های عزیز اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. اگه خواستید ویدیو قسمت بعدم ببینید قسمت بعدی رو کال تو اکشن هم خیلی عجیب بوده. سلام خفتین. امروز اومدیم با قسمت دوم شرکت کننده های شگفت انگیز. قبل اینکه بریم مسابقه اسامی شرکت کننده ها رو بهتون بگم، بعدش بریم مسابقه رو شروع کنیم. با شرکت کننده اولمون که امیر مشکی منش هستن و خصوصیاتی که دارن. قبل اینکه مسابقه رو شروع کنیم اسامی شرکت کننده ها رو سریع بهتون بگم، بعدش بریم سر خود مسابقه. مشکی منش همون جابر. اولمون آقای امیر مشکی منش هستن. خصوصیاتی که دارن اینه که نسبت به سایر شرکت کنن. چون اون موقع زمستون ویدیو میگرفتم با کافشن ویدیو میگرفتم با جابر. سوالا با امیر مشکی منش بود میکنیم چه سوال میکنم. بعدش که اومدم لباس آبی رو گذاشتم با جابر اینطوری در همین اسمش هم تغییر شد. اینی یادم گذاشتم جابر. بیننده های عزیز این ویدیو تموم فامیلی هایی که اون موقع مثلا انتخاب میکردم کلن
اکثرا فی‌البداهه بود، مثل همین کاراکتری که قبل جابر بودش، امیر مشک منش، اینا کاراکترهای فی‌البداهه بودن که گذاشته بودم، یعنی اسم و فامیلشون رو میذاشتم چون مرتبط به لباس اینا بودش. یعنی مثلا طرف لباسش مشکی بود میذاشتم مثلا مشکی منش، سفید منش، و خب همینطوری چون میخواستم ربط بدم به کاراکتری که به لباسشون سازگار هستش. مثلا لباسی که مثلا کرمی هستش و میذاشتم مثلا علی جنگی، اون موقع مثلا یک سری آپشن ها رو مثلا بهش اضافه میکردم، یک سری مثلا تزیین کاری اینجور چیزا میکردم، مثلا همین الان ماما بستم الان نمیتونم سر همین اون موقع کلا هم انرژیم بیشتر بود. و پیشنهادم میکنم اگر میخواید ویدیویی که میذارم بیشتر لذت ببرید نسبت به الان، حتما ویدیوهایی که مسابقه میذاشتم رو مثلا میبرم 5 تا کاراکتر اجرا میکردم در قالب یک سری مسابقه. حتما اون ویدیوها رو اگر میخواید لذت خیلی بخرید، پیشنهاد خودم تو این 2 سال اینه که اون ویدیوها رو ببینید. پیشنهاد شخصی مینه، چون خودم یک سری قسمتاشو میبینم خودم لذت میبرم، حتی یک سری ایده هم میگیرم که قبلا ویدیو میذاشتم از اونام یک سری ایده میگیرم واسه حال حاضر. مثلا الان یک سری سناریو بچینم به شبیه به اون موقع، با اینکه حالا نسبت به اون موقع نمیتونم یک سری چیزا رو اجرا کنم، با اینکه خب 6 ماه گذشته، 7 ماه گذشته، 8 ماه گذشته، خیلی تغییراتی توی ویدیو ما انجام دادم. شاید بتونم ویدیو رو جذابتر با اجرای بهتر کنم، ولی خب قطعا پشت صحنه‌ام نیستش، پشت صحنه‌ام کمتره. حتی بخوام اون مثل مسابقه ویدیو بذارم و همینطور سبک اجرام متفاوت تره یکم. حالا نسبت به الان توی لانگ ویدیو یکم جدیتر ویدیو میذارم، چون دلیل داره. اینم بهتون بگم که طبق یک سری الگوریتم دارم ویدیو میذارم که اینطوری زیاد زمان نبره که تأخیر داشته باشه توی خود آپلود ویدیو. وگرنه مطمئنم الان که دارم هر هفته ویدیو میذارم، هر هفته 3 تا ویدیو میذارم، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه. اگه اون موقع هم دقیق سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه ویدیو میذاشتم، تا الان هم خیلی سابسکرایبر داشتم، هم مخاطبای زیادی قطعا داشتم. و این نکته هم بهتون بگم که خب درسته تو اون موقع نسبت به الان یکم کیفیت ویدیو تغییر کرده. همچنان هم 720 دارم که ویدیو رو میگیرم تا بده 80. اون موقع هم همینطوری بود، هیچ فرقی از نظر من نکرده توی کیفیت ویدیو. شاید تغییر کرده باشه ولی کم. ولی خب اگر پیشنهاد میکنم که اگر دوست داشتی ویدیویی از ویدیوهای هم من لذت ببرید، بخندید، واقعا بخندید، نه به خاطر وایشتم، نه به خاطر ویو گرفتن، اینجور چیزا نه. اگه میخواید لذت ببرید پیشنهاد میکنم ویدیوهایی که قبلا میساختم، بازینم، ویدیوهایی که اوایل میذاشتم با پشت صحنه توی لانگ ویدیو هم نه، به بعدش یکم سرده واقعیتش. الان کولر روشن سره، پنکه روشن سره میگم. و چی میخواستم بگم یادم رفت. پشت صحنه هایی که قبلا میساختم که از شورت ویدیو به لانگ ویدیو بودش و چون پشت صحنه در رسم میخواستم اونا رو نشون بدم، اینها رو نه. و همینطور مسابقه هایی که میذاشتم از اون ویدیو به بعدش، اگه خواستی لذت ببرید پشت صحنه‌ش هم خنده دار. پشت صحنه چیزایی که دارید الان میبینید،
قسمت سوم و قسمت چهارمش ویدیویی که گذاشتم مرتبط به پشت صحنه های قسمت های که از مسابقه ویدیو میذاشتم و دارم ریاکشن بهشون میرم و همینطور ویدیویی که الان دیدید قسمت چهارم و قسمت سوم ریاکشن به پشت صحنه. اگه دوست داشتید اونها رو هم ببینید ویدیوهای کاملش رو، چون ویدیو کاملش رو با کاراکترهایی که اجرا میکردم به خصوص کاراکتر اسلامی خیلی متفاوت بوده و قطعا اگر با کاراکتر اسلامی می اومدم همون روزها همون ویدیوها رو توی شورت ویدیو میذاشتم با کاراکتر اسلامی، به احتمال خیلی زیاد اینو مطمئنم الان که یک سری ویدیوهاشون رو نگاه میکردم خیلی میتونستم ویو بگیرم، خیلی میتونستم سابسکرایبر بگیرم، واچ تایم، لایک، کامنت، شیر، کل چیزها رو میتونستم با واسطه کاراکتر اسلامی با اینکه خودم اجرا میکردم قطعا میتونستم ویو و واچ تایم و اینا رو سریعتر پر کنم نسبت به الان و اون موقع، چون اگه شورت ویدیو میذاشتم با کاراکتر اسلامی متفاوت بود و الان دارم متاسفانه با کاراکتر اسلامی ویدیو بیشتر میذارم و ویدیوهایی هم که الان با کاراکتر اسلامی میذارم بیشتر به سبک خرافات هستش که مثلا کاراکتر اسلامی دچار یک سری خرافات شده و اون خرافات ها رو چون عمومی هستن سر همین اون خرافات ها رو ریاکشن که بهشون میرفت ریاکشن که قراره بهشون برم و توی شورت ویدیوهای حال حاضرم هستش با کاراکتر جابر و اسلامی بیشتر با اسلامی دارم توی این موضوع ویدیو میذارم. سر همین حیف شد، توی این موضوع هم واقعا حیف شد که با کاراکتر اسلامی متاسفانه ویدیوهای قبلی باشون شورت ویدیو نمیگرفتم، با کاراکتر اسلامی سر همین حیف شدش و پیشنهادم میکنم اگه دوست داشتید ویدیوهایی که میذاشتم با کاراکتر اسلامی توی لانگ ویدیوهای قدیم اگه دوست داشتید اونا رو هم ببینید. شرمنده که وقتتون رو گرفتم، فکر کنم کل ویدیو 8 دقیقه بیشتر نبود، سر همین که داشتن توضیح میدادم فکر کنم تقریبا تا الان 16 دقیقه و 17 دقیقه اینا گذشته. عذرخواهی میکنم از همتون. اگه دوست داشتید از این ویدیو لذت ببرید، از ویدیو که میذارم لذت ببرید، ویدیو قدیم رو بیشترتر نگاه کنید. دستتون درد نکنه. یه بیرول بریم. خب جابر یه کال تو اکشن برو. خب اگه دوست داشتید ویدیوشو لایک کنید، و همینطور اگرم دوست داشتید چنلش هم سابسکرایب کنید. اگرم دوست داشتید واسه هم کامنت بذارید. دستتون درد نکنه. خب مطمئنم از این ویدیو خوشتون اومده. اگه دوست داشتید ویدیو رو که جابر گفت لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و همینطور کامنت هم بذارید. دستتون درد نکنه. شرمنده که وقتتونم گرفتم. Let it out.